نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از این برنامه تماس مستقیم و برنامه شما عزیزان. این برنامه همونطوری که میدونید موضوع خاصی نداره و شما عزیزان می توانید موضوعات این برنامه رو تعیین بکنید با سوالاتتون، با شبهاتی اگر دارید یا در مورد موضوعی که دوست دارید صحبت بکنید. این برنامه به شکلی منبری است برای شما عزیزان، کسانی که میخوان صداشون رو به همزبانانشان، هموطنانشان برسانن. دوستان عزیز، تعداد زیادی از سوالات شما عزیزان را از طریق واتساپ دریافت کردیم که انشاءالله در طول برنامه پاسخ خواهیم داد. همچنین از طریق شماره واتساپ برنامه که عزیزان زیرنویس میکنن و شماره همیشگی ما، می توانید از طریق واتساپ هم به برنامه زنگ بزنید و در این برنامه شرکت بکنید. من عذرخواهی میکنم از عزیزانی که در انتظار بودند و برنامه کمی دیرتر شروع شد. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی توفیق نصیب بکنه که در خدمت شما عزیزان باشیم و با موضوعاتی که مطرح خواهیم کرد سبب آگاهی و روشنگری برای شما عزیزان بشیم. بسیار خوب. از همین لحظه انشاءالله تماس‌های شما عزیزان رو خواهیم داشت و سری میزنیم به سوالاتی که دوستان عزیزمون مطرح کردن و انشاءالله پاسخ این سوالات رو در این برنامه خواهیم داد. عزیزی سوال کردن که استاد گرامی اگر نامم را خواندید برایم به خاطر حل مشکلات دعای قرآنی روان کنید که اولادم دوباره به خانه برگردد. همه اعضای خانواده بسیار پریشان هستیم و منتظر جواب شما هستیم. جزاکم الله خیر. دوستان عزیز، حقیقتا در این زمان تربیت فرزندان یکی از مشکلاتی است که همه خانواده ها، پدر و مادرها به شکلی با اون مواجه هستند. خب علتش هم هویداست که در دوره و زمانی که ما زندگی میکنیم دوران عصر علم و تکنولوژی گفته میشه و کثرت کانال های تلویزیونی، شبکه های ماهواره‌ای، سایت ها، سوشل میدیا و غیره این رو میطلبه که پدر و مادر در تربیت فرزندانش بیشتر توجه بکنه و بیشتر سعی و تلاش بکنه. همه چیز با دعا حل نمیشه. یعنی الله سبحانه و تعالی به پدر و مادر وظیفه بزرگی سپرده، تربیت فرزندان. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنین، خودتان و فرزندانتان، اهلتان را از آتش جهنم برهانید. این یعنی تربیت بکنید، یعنی اونها رو تربیت ایمانی بکنید، تربیت اخلاقی بکنید، تربیت علمی بکنید. و در این زمان خیلی مهم هست که انسان بیشتر به این موارد توجه بکنه. مثلا پدر مادرایی که در دهه 70 و 80 و تا 90 هم شاید کمتر دچار این مشکلات بودن و تربیت فرزندان شاید بسیار ساده بود. خب فرزندان یا محیط خانواده بود یا کوچه بود یا اگر مراکز آموزشی می رفتن مدرسه و مکتبی اونجا. اما الان
یک گوشی تلفن همه دنیا رو برای یک فرزند باز میکنه، همه دنیا رو برای یک جوان باز میکنه. با یک سرچ کوتاه در مورد هر چی که دوست داشته باشه میتونه جستجو بکنه. شبهات، فتنه ها، فحشا و فساد و ابتذالی که وجود داره در دنیا، همه اینها در یک گوشی مختصر میشه و در دست فرزندان ما هست. به خاطر همین سعی و تلاش ما، کوشش ما و توجه ما باید خیلی بیشتر از سابق باشه. همچنین طبیعت و اخلاق و رفتار و روان هر کودکی رو باید، یا هر نوجوان و جوانی رو باید پدر و مادر در نظر بگیرن. قبلا یک چارچوبی رو مثلا مشخص می‌کردن در جامعه، فرزندان تا رو این گونه تربیت بکنید، تموم شد رفت. یعنی همه این رو در زندگی خودشون پیاده می‌کردن. یک چیزی که خیلی مهم هست روانشناسی کودکان هست که باید این رو پدر و مادر در نظر بگیرن. شاید یک کودکی رو بشه با تندی اصلاح کرد، اما دیگری رو با رفتار خیلی نرم و ملایم، یکی رو با نصیحت، یکی رو با تهدید، یکی رو با تعلیم، یکی رو از طریق اساتید مراکز آموزشی که در اونجا درس میخورن، یکی رو از طریق بزرگان خانواده، یکی رو از طریق دوستان و رفیقانش که روی او تاثیر دارن. روش تربیت با هر کودکی، با هر فردی فرق میکنه. اما برگردیم به سوال خواهر عزیزمون که در این مورد پرسیده بودن. ببینید اصلا روش انبیا دعا برای فرزندان بوده و ما اگر یک سری به قرآن کریم بزنیم، الله سبحانه و تعالی می‌فرماید المال و البنون زینت الحیات الدنیا. مال و فرزندان زینت زندگی دنیا هستند. همین زینت زندگی دنیا در جایی میتونه تبدیل به دشمن بشه، همونطوری که در جای دیگری از قرآن کریم می‌فرماید که از بعضی از فرزندان شما و اموال شما دشمنان شما هستند. وقتی که درست تربیت نشه، وقتی درست با منهج صحیح تربیت نشه، همین زینت تبدیل به ظلمت میشه، تبدیل به دشمن میشه. ابراهیم علیه السلام دعا میکرد که ربی حبلی من الصالحین، پروردگارا به من فرزند صالح بده. این دعایی است که خیلی از پدر و مادرها فراموش میکنن. قبل همیشه ازدواج که میکنن آرزوشون این است که صاحب فرزند بشن، اما کمتر کسی دعا میکنه که فرزند صالح نصیبش بشه و این دعا خیلی مهم هست. همونطوری گفتم تنها دعا نیست، سعی و تلاش در این راستا هم مهم است. سعی و تلاش در راستای تربیت صحیح فرزندان از دوران خواستگاری شروع میشه. یک همسر خوب، یک زن خوبی که شایستگی این رو داشته باشه که فرزندانش رو به شکل صحیح و درست تربیت بکنه، نقش اساسی رو داره در زندگی و این رو باید در انتخاب همسر عزیزان در نظر بگیرن. زکریا علیه السلام دعا میکنه که ربی حبلی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعا. بارالله فرزندان صالح، طیب و پاک برای من نصیب بکن. و همچنین میگه که فحبلی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعله ربی رضیا. عطا بکن، نصیب بکن برای من فرزندی که ولی باشه و به ارث ببره. طبعا ارث انبیا چی است؟ علم است، از من و از آل یعقوب، یعنی از ذریه یعقوب. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه. ما انبیای الهی مال و دارایی برای خودمون به ارث نمیگذاریم برای دیگران. آنچه که به ارث میگذاریم صدقه است. ارث حقیقی انبیای الهی چی است؟ علم است، اخلاق است، توحید است، یکتاپرستی است. و همسر عمران مادر موسی علیه السلام میگه ربی
اینی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. بارالله آنچه که در شکم من هست، من حامله هستم، این رو برای تو نذر می کنم که تو شنوای دانا هستی. میبخشید مادر مریم علیه السلام. و ابراهیم علیه السلام همچنین دعا میکنه که و جنبنی و بنی ان نعبد الاسنام، بارالله من و فرزندانم را دور بکن از این که بت پرستی بکنیم. و همچنین ابراهیم علیه السلام میفرماید رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. بارالله ما و ذریه من رو نمازگزار، یعنی کسی که برای الله سبحانه و تعالی عبادت میکنه، نماز میگذاره، قرار بده و دعای ما را قبول بکن. و همچنین دعای مشهوری که از ابراهیم علیه السلام در سوره ابراهیم آیه 37 است که ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة. این پروردگار من خانوادم رو در این دره‌ای که در اونجا آب و غذا و یک جایی که در اونجا کشت زراعت نمیشه، در اینجا میگذارم در نزد خانه تو که لیقیم الصلاة، که نماز رو برپا بدارن. فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم، دلهای مردم را میل بده به این سو و اونها رو شیفته و گرویده این مکان بگردان. وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، و آنها را از میوه های گوناگون رزق بده که شکرگزار تو باشن. همه انبیا علیهم السلام برای ذریتشان، برای فرزندانشان این دعا رو کردن. حتی ببینید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام انبستری برای ما یک دعای خاصی رو قرار دادن که وقتی کسی با همسرش همبستر میشه باید این دعا رو بخونه. و این دعا، بزرگترین خواسته این دعا چی است؟ که شیطان و وسوسه های شیطان را از اون فرزندی که قرار است، یا پدر و مادری که میخوان دارای فرزندی بشن، وسوسه های شیطان را از اون فرزند دور بکنه. در حدیث صحیح از بخاری روایت است، ابن عباس رضی الله تعالی عنهما میفرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن وقتی که یکی از شما با همسرش هم بستر میشه بگه که بسم الله اللهم جنبنی الشیطان، بسم الله، به نام الله سبحانه و تعالی، بارالله شیطان را از ما دور بکن، و جنب الشیطان ما رزقتنا، و شیطان را از آن فرزندی که به ما نصیب میکنی، روزی میدهی، از او دور بگردن. و در ادامه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر که الله سبحانه و تعالی برای اونها فرزندی نصیب کرده بود و این دعا رو خوانده باشن، این شیطان از زندگی این فرزند دور میشه، به معنی این که ناخواسته شیطان او رو وسوسه نمیکنه. و دعای بسیار مهمی است. در سوره فرقان آیه 74 الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که والذین یقولون ربنا، بندگان نیک الله سبحانه و تعالی، مؤمنین واقعی، کسانی هستند که میگویند ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. بارالله برای ما از فرزندانمان و همسرانمان خنکی چشم ما یا چشم روشنی ما یا فرزندان یا ذریه صالح نصیب بکن و ما را برای متقیان پیشوا و امام قرار بده. دعایی است که همیشه هر مؤمن باید انجام بده. بر صورت این که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، این دعایی است که هر مرد و زن مسلمان باید روزانه این دعا رو بکنه، چون بعد از سعی و تلاش و کوششی که ما انجام میدهیم، توفیق به دست کی است؟ به دست ذات اقدس الهی. تشکر میکنم از
دوستان عزیز و عزیزانی که از طریق یوتیوب با ما همراه هستند. و عرض سلام دارم خدمت همه عزیزانی که سلام دادن در چت. الله متعال حفظتون بکنه. میپردازیم به سوال دیگری که یکی از عزیزان پرسیدند و این رو هم خدمت شما عزیزان در اینجا بیان بکنم. بیننده عزیزی پرسیدن که یک کتاب خوب، بیننده‌ای که از ترکیه پیام فرستادن، گفتن یک کتاب خوب در مورد سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما معرفی بکنید. دوستان عزیز، من این کتاب رو برای شما عزیزان معرفی میکنم. فکر کنم در 2 جلد هست. این رو از کتابخانه عقیده میتوانید دریافت بکنید یا کتابخانه قلم. لینکش رو من در گروه برای شما عزیزان میگذارم. خب این لینک یک کمی مشکل داره. من به این شکل اگر این لینک رو خدمت شما عزیزان بگذارم. امیدوارم که این لینک رو بتونید باز بکنید. این سیرت کتاب جالبی است. بله، این لینک باز میشه. در 2 جلد است. کتاب فروغ جاویدان، سیرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. من لینک جلد دومش رو گذاشتم. جلد اولش رو هم از همین کتابخانه میتونید شما عزیزان دریافت بکنید. همین دوستمون نوشتن در مورد زندگی صحابه کتابی رو معرفی بکنید. کتاب زندگی صحابه، حیات صحابه، در 3 جلد هست. این کتاب رو هم من خدمت شما عزیزان لینکش رو در اینجا میگذارم. لینک جلد سومش رو گذاشتم. شما میتونید 2 جلد دیگرش رو هم از کتابخانه عقیده دریافت بکنید. در مورد تفاسیر دوست عزیزمان پرسیدن. در مورد سیرت راستی کتاب دیگری است به نام رحیق مختوم. این الرحیق المختوم، این کتاب خیلی مختصری است، جالبی است. این رو هم دوستان میتونن از سایت عقیده بگیرن. تفسیر اظهرالبیان و تفسیر تبیان. البته تفسیر تبیان 2 تفسیر است. یکی تفسیر شیعه است، یکی تفسیر اهل سنت. تفسیر اهل سنت رو میتوانید از کتابخانه عقیده اون رو هم دریافت کنید. تفسیر اظهرالبیان یکی از تفاسیر بسیار جالبی هست که این رو هم من انشاءالله لینکش رو برای شما در بخش تفاسیر اگر برید در سایت قلم یا سایت عقیده، در اونجا تفاسیر مختلفی از همه تفاسیری که در اونجاست تفاسیر معتمد اهل سنت هست و یک ترجمه تفسیری هم از مولانا عبدالقدوس دهقان هست که اون رو هم شما عزیزان می توانید دریافت بکنید از سایت عقیده و انشاءالله به زودی سعی خواهیم کرد
نسخه چاپ شده تفسیر ترجمه تفسیری مولانا عبدالقدوس دهقان را هم خدمت شما عزیزان تهیه بکنیم. انشالله در کسانی که دوست دارن که نسخه ترجمه تفسیری قرآن کریم از مولانا عبدالقدوس دهقان رو داشته باشن، میتونن همراه ما از طریق همین شماره واتساپ تماس بگیرن، آدرسشون رو بفرستن و انشالله میتونیم اون رو هم در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. من عکس این تفسیر رو هم، این بشارت رو هم خدمت شما بدم و عکس این تفسیر رو هم انشالله که چاپش کردیم برای شما عزیزان انشالله در اختیارتان قرار خواهیم داد. کسانی که مدرسه دارن، دارالحفاظ دارن و نیاز دارن به مصحف قرآن کریم عربی برای حفظ، برای روخانی قرآن، اون عزیزان هم میتوانن از طریق این شماره با ما تماس بگیرن، پیام بفرستید، طریق واتساپ شماره تلفنتون رو بگذارید و عکس‌ها و تصاویری از مدرسه‌تون رو اگر که بفرستید یا مساجدی که نیاز دارن به مصحف، انشالله سعی میکنیم که براشون تهیه بکنیم. من تصاویر ترجمه تفسیری چاپ شده رو انشالله به دستم برسه من خدمت شما عزیزان نشان خواهم داد. بله، شماره تماس برنامه رو عزیزانمون زیرنویس کردن: 2044 20 80 89 49 20. از طریق این شماره میتونید که در برنامه شرکت بکنید. این هم در مورد کتاب هایی که بیننده عزیزمون از ترکیه خواسته بودن و اگر این بیننده گرامی صدای من رو میشنون از طریق واتساپ با ما تماس بگیرن و انشالله کتابایی رو که خواستن بعضیاشو میتونیم در اختیارشون قرار بدیم. بیننده نوشتن یک کتابی است به نام اهل بیت از خود دفاع میکنن، اگر برای بنده بفرستید ضرور است. این کتاب رو هم میتونید از سایت عقیده دریافت بکنید. دوستان عزیز، هر عزیزی که کتابی دوست دارن، اهل بیت دوستان اگر این صفحه رو نشون بدن، کتاب اهل بیت از خود دفاع می کنند، این است. این رو هم در سایت قلم میتونید دریافت بکنید. کتاب جالبی است. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ خوب هستن؟ شیخ اسمانتون خوب است؟ سلامت باشید، تشکر از شما. الله بستون برای استاد. و باردار یک سوال داشتم. همی در جامعه در تاجیکستان بسیار مهم مقصد دعوتگاران رو معروف میکردن و میشنیدن که میگفتن پیامبر خدا تو آخران اومد چه جهنم بروه. آیا همین گپ درست است یا که درست نیست، صحیح است صحیح نیست؟ مثلا اگر که تو آخران اومد چه که جهنم بروه، این کسایی که مثلا زیناکار هستند، مثلا مرتکب گناه کبیره میشوند یا که شرک عمل شرکی انجام میتن، پس اینا ها چی میشن عاقبتشون؟ همین را که روشن میداختین.
باش چشم. جزاک الله خیر استاد. سلام داریم. سلامت باشین. ما هم شما رو سلام لامتر شما رو علیکم. و دوست علیکم دارم. السلام و رحمت الله. ببینید برادر عزیز، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای شفاعت امتش در روز قیامت در پیشگاه الله سبحانه و تعالی التماس میکنن و این طبق احادیث صحیح وارد است. برای نجاتشان، برای شروع حساب و کتاب، و این یکی از ویژگی هایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند. اینکه هیچ انسان بدون اینکه پاداش و جزای اعمالش رو ببینه از بهشت، از جهنم وارد بهشت میشه، بخشیده میشه، یا اصلا وارد جهنم نمیشه، این به دست الله سبحانه و تعالی است. آنچه که ما میدانیم این است که کسی که مشرک باشه، کسی که به الله سبحانه و تعالی شرک آورده باشه، الله متعال وعده کرده که اونو نمیبخشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله سبحانه و تعالی نمیبخشه کسی رو که شریک آورده باشه و غیر از اون هر گناهی رو که بخواد میبخشه. الله متعال میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. گناهان رو همه رو میبخشه، اما شرک رو نمیبخشه. کسی گفته که الله متعال شرک رو میبخشه، نه، شرک رو نمیبخشه. حتی به شفاعت پیامبر هم نمیبخشه، حتی به طلب استغفار پیامبر هم نمیبخشه. اینو وعده کرده که نمیبخشه کسی که به الله متعال شرک بیاره. بقیه گناه ها رو ببینید، این که یک انسانی زناکار است، عمل زشتی انجام داده، گناهی انجام داده، غیبت کرده، بهتان کرده یا کارهای زشت دیگری که انجام داده، این تا ابد در دوزخ نمیمانه. به مقدار عمل زشتی که انجام داده عذاب میشه و بعد از اون با شفاعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از زندان، از جهنم آزاد میشه و وارد بهشت میشه. حتی در حدیث طولانی هست آخرین شخصی که از دوزخ وارد بهشت میشه فکر میکنه که دیگه هیچ جایی در بهشت برای اون نمانده. قصه طولانی است، در حدیث اومده. به این معنی است که گناهکارهای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه جزای اعمالشان رو میبینن وارد بهشت میشن، غیر کسی که شرک آورده باشه. مؤمنین به هر شکلی که شده در آخر بخشیده میشن و وارد بهشت میشن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. جناب استاد گرامی، الله تعالی شما را حفظ کند، برای ما نگه دارد. بخیر هستین؟ سلامت باشید، زنده باشید برادر عزیز. تشکر جناب استاد. من از اول برنامه ندیدم، دقیقا نمیدانم برنامه چه قسم هست. فقط یک سوال داشتم، دوست دارم بدم ان شاء الله جواب بدم. بفرمایید. جناب استاد گرامی، چند مدت پیش یک ویدیویی از شما دیدم درباره این که صفات الله تعالی عین ذات الله تعالی نیست و شما مفصلا توضیح داده بدین. بعدا نمیدانم این ویدیو از پیشم گم شد، کجا شد. من از بعضی از اساتید دیگرم پرسون کردم، آنها گفتن که این سوال اهل بدعت است، ولی دوست دارم میره کمی توضیح بده جناب استاد. همین صفات الله تعالی این ذات الله تعالی نیست یعنی چی؟ یک وضاحت اگر بدین الله تعالی شما رو بسکن. باشه چشم داره. میگن که سوال اهل بدعت است دیگه، باز دوباره توضیح بدم در این مورد. یعنی جناب استاد ذهنم کمی درگیر شده، نمیدانیم یک جواب که انشاءالله دارد، توضیح دارد، به خاطر این دوست دارم بدانم یعنی چی توضیح دارد این. باشه چشم، انشاءالله در این مورد صحبت میکنم. تشکر. سلام علیکم. ببینید، کسی که میگوید
که صفات الله سبحانه و تعالی عین ذات الله سبحانه و تعالی است، صفات عین ذات الله سبحانه و تعالی است، این قول باطل است. و یک نوع سوالاتی از سوالات فلسفی، سوالات کسایی که به دنبال فلسفه میگردن. همونطوری که میدانید یعنی در دین مبین اسلام فلسفه یک علمی مرغوب نبوده در نزد اهل علم. بعضی از علما مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و بعضی از علمای دیگر هم فلسفه رو مطالعه کردن به خاطر رد افکار فلاسفه، اما برای عموم مردم فلسفه یک علم بیفایده ای است. یعنی حقیقتش این است که شما میایید یک کتابی در فلسفه مثلا وجود الله سبحانه و تعالی 300 400 500 صفحه نوشتن، این کتاب رو از اول تا آخر میخوانید، جواب سوال خودتون رو دریافت نمی کنید، چون فلاسفه میخوان با عقل وجود الله سبحانه و تعالی رو ثابت بکنن. میخوان هر مسئله ای رو با دلایل فلسفی و منطقی و عقلی ثابت بکنن و این غیر ممکن است. به طور مثال امروز با یک ملحد بشینید در مورد پیدایش انسان، میاد به شما چی میگه؟ پیدایش انسان نمیدونم میکروبی بوده و بعد آیسته این تطور کرده و بعدا میمون شده و بعد میمون اومده انسان شده و از این خزعبلات بهتون میگه. شما همین رو بگید که بیا همین رو ثابت بکن. چون خیلی از ملحدین حاضر نمیشن که بحث بکنن با ما، چون همیشه وقتی که بیان در مناظره یا بحث بخوان دلیل باید دلیل و منطق و خوبه دلیل منطق. شما بیا همین حرفایی رو که میزنی که 5 میلیون سال پیش، 10 میلیون سال پیش، 100 میلیون سال پیش، هر سالی که براش تعیین میکنی، همچین یک اتفاقی افتاده که اصل انسان برمیگرده به یک حجره، به یک میکروبی، بیا همین رو ثابت بکن. این یک حقیقت علمی است. نه، هیچ حقیقت علمی نیست، یک نظریه است. یک نفری اومده همچین حرفی رو زده، بعد از اون عده‌ای آمدن همین رو نشخوار میکنن. برای اثبات وجود الله سبحانه و تعالی مثلا یک کتابی رو من در فلسفه اثبات الله سبحانه و تعالی حدود 480 صفحه بود، از اول تا آخرش خوندم، آخرش هیچ اصلا جواب سوال خودم رو نگرفتم. یک انسان مسلمان به دنبال منطق و فلسفه و این چیزا نمیگرده. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به یگانگی برای ما ثابت شده. انسان مسلمان این رو قبول میکنه و به دنبال این علوم باطل نمیگرده. همچنین در اسما و صفات، در مثلا در استوا، در مورد استوا مثلا بعضیا هستن وارد این بحثا میشن، استوا چطور، از نمیدونم اشعری‌ها یک چیزی میگن، ماتریدی‌ها دیگه چیز میگن، فلان این میگه، این اصلا وارد شدن در این بحث غلط است. یک انسان میخواد در مورد یک مسئله بحث بکنه، جستجو بکنه که فراتر از عقل و منطقش است. به خاطر همین ابن عباس رضی الله تعالی عنهما میگه که ایمان آوردن به استوا واجب است، سوال کردن در موردش بدعت است، انکارش هم کفر است. یکی میگفت نه خب انسان عقل داره باید این. گفتم خب جناب عاقل، ما یکی از واضح‌ترین و آشکارترین سیاره هایی که ما هر روز میبینیم خورشید است. تو بیا به طرف همین خورشید 1 دقیقه با چشم مجرد نگاه بکن، ببین چه اتفاقی برات میفته. همه عصب‌های چشمت میسوزه و کور میشی تا ابد، هیچ راهی برای علاجت هم وجود نخواهد داشت. این یک مخلوقی است که
هر روز ما میبینیم، هر روز طلوع میکنه در زندگی ما. هیچ بشری نمیتواند که به خورشید نزدیک شود، هیچ سیاره‌ای و هیچ دستگاهی رو نمیتوانند بسازند که به خورشید نزدیک شود و آنچه در داخل خورشید اتفاق میافتد را ببیند. هر آنچه که شما میخوانید بالا گاز فلان است و این است، اینا همه نظریات علمی است. همه نظریات علمی است که حقیقتش هیچ وقت نمیتونه ثابت بشه، هیچ وقت امکان نداره. پس شما یک مخلوق الله سبحانه و تعالی رو نمیتوانید ماهیتش رو، واقعیتش رو برای مردم 100% ثابت بکنید. چطور میخواهید در مورد استوا که یکی از مسائلی است که در قرآن کریم آمده و ایمان به او واجب است، بدون اینکه بپرسی، بدون اینکه انکار بکنی، بدون اینکه وارد تفاصیلش بشی؟ بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام محترم، خوب هستین؟ بخیر. الحمدلله، زنده باشید. شما چطورید؟ سلامت باشین. سلام تقدیم میکنم به شما و از طریق شما برای بینندگان برنامه امشب. سلامت باشید. تشکر شما. ببخشید استاد محترم، مزاحمتان شدیم از این که تشکر از برنامه خوبتان. همچنان شما تقریبا درست پیش یک کلیپ تصویری را در یوتیوب اشتراک داشته بودین و که در ارتباط حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم در ارتباط رفع الیدین. اجازه است که سوال کنم؟ بله بله بفرمایید. البته خارج از بحث شماست، خارج از بحث برنامه شماست. بازم بسیار تلاش کردیم، تماس گرفتم با شما، موفق شده نتونستم و الحمدلله که امشب برای ما افتخار تماس داده شد. استاد محترم، شما گفتین احادیث برای رفع الیدین از پیامبر ما صلی الله علیه و سلم ثابت است در بخاری شریف، مسلم شریف و کتابا را نام گرفتین. ما میخوایم استاد بزرگوار شما یک حدیث از بخاری شریف و یک حدیث از مسلم شریف برای ما بخونین و ترجمه کنین. این امر میخواستم معلومات بگیرم استاد از شما. طيب، حدیث در بخاری و مسلم به این صورت ذکر شده از عن عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ان الرسول صلی الله علیه و آله و سلم كان يرفع يديه حذو منكبيه تا شانه و اذا افتتح الصلاة وقتی که نماز رو شروع میکرد در افتتاح، و اذا كبر للركوع وقتی که تکبیر میگفت به طرف رکوع، و اذا رفع رأسه من الركوع و وقتی که از رکوع بلند میشد. بله. حدیث اینو مقدر چه دسته متن حدیث؟ بله. ادامه نداره؟ رفعهما كذلك بس. رقم حدیث پیش ما محفوظ است؟ 735 بخاری، 390 مسلم. بله. سلامت باشین استاد بزرگوار. صرف این مقدر بود، ما از شما پرسان میکردیم. البته ایره کدام یک انگیزه نگیرین که مثلا ما شاید مخالف شما خدا نخواسته باشه میتونین استاد، چون که برنامه شما رو تعقیب میکنم. امروز شنیده بودم و حتی میخواستم بسیار کوشش کردیم که از شما یک معلومات بگیریم. بسیار خوب. حتی اگر دوستان نشون بدن، من همینجا الان سرچ کردم در الباحث الحدیثی. شما خب میدانید که در بخاری و در مسلم ما بابی داریم، باب رفع الیدین. کتاب بخاری دارید در خانه؟ بله داریم. شما ابواب بخاری رو ببینید. در ابواب بخاری باب رفع الیدین داریم. من الان برای شما از خود بخاری نشان بدم. باب رفع الیدین فی صحیح البخاری. من اینجا خدمت شما نشون بدم. حتی در
فتح الباری شرح صحیح بخاری هم هست. دوستان اگر نشان بدن این رو در صفحه 255 یا 255 در جلد دوم حدیث شماره 703 که با این حدیث باب رفع الیدین شروع میشه. باب رفع الیدین فی التکبیرة الاولى مع الافتتاح الصوا. در اینجا احادیثی که کلا در مورد رفع الیدین هست در اینجا آمده است. و برمیگردیم به بحث الحدیثی. بله، به بحث الحدیثی اگر برگردید، حدیث رفع الیدین که از ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است در صحیح بخاری 735 است، در صحیح مسلم 390 است. اختلاف بسیطی در کلمات حدیث وجود دارد، اما هر دو به همین معنایی است که لحظات پیش برای شما خواندم. درست است استاد بزرگوار. اگر بخاری شریف انشالله ما میبینیم بعد از او اگر کدام جایی که نفهمیدیم بعد از او هم با شما شریک میسازیم، شما برای ما یاد بدین انشالله. و یک گپ دیگه، شما در برنامه امشب اشاره کردین، گفتین که از تفسیر مولانا عبدالقدوس دهقان و همچنان مصحف بر مدارس یا دارالحفاظات داده میشه. در این باره معلومات دقیق گرفتن نتونستم که در شما تماس گرفتم، برنامه از پیش من قطع شد. درست. من یک لحظه این رو خدمت شما ایزان الان نشون میدم. ترجمه تفسیری مولانا عبدالقدوس دهقان و همچنین ترجمه قرآن کریم، مصحف کامل قرآن کریم، مصحف مدینه منوره رو دوستانی که مسجد داشته باشند، دارالحفاظ داشته باشند در افغانستان یا در تاجیکستان یا در جای دیگر دنیا، ما میتونیم براشون تهیه بکنیم انشاءالله. تشکر استاد بزرگوار. وقت شما را نگیریم، شاید بینندگان تماس داشته باشن. موفق باشین استاد. سلامت باشید. سلامت باشید. من خدمت شما ایزان نشون بدم این نسخه چاپ شده دوستان اگر نشون بدن این صفحه رو، ترجمه تفسیری جامع البیان است از مولانا عبدالقدوس دهقان، الله تعالی حفظشون کنه، که جدیداً چاپ کردیم ما این رو. اینم صفحه اولش هست به شکل بسیار زیبا و اینم مصحفی است که مصحف حفاظ. این رو هم خدمت شما عزیزان می توانیم که بفرستیم. تشکر می کنم عزیزان. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بله بفرمایید. بله بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بله، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. انصوری صدام یک سوال داشتم. بفرمایید. در مورد حدیث مسلم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ابن عباس میگه که برای معاویه را صداقه و میرو از سلام این دولت خردان است. این مورد یک کم توضیح بدید. شما لفظ عربی حدیث رو بلدید؟ در صحیح مسلم نقل میشه حدیث معاویه در مورد خوردن. باش، من
دوستان اگر لفظ حدیث رو بگن که من بتونم سرچ بکنم. باشه چشم. تشکر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بس استاد الحمدلله، زنده باشید. سلامت باشین استاد محترم. ما در مورد این کسای سوال دارم. یک دوست ما از خارج مسکین معتاد است به می فیلمای مبتذل، میگه نبینم، میگه دل ما را نمیگیره، خیلی معتاد است و میگه آیا ما مکلف مسلمان ها مکلف به ایست با کفار بغض داشته باشن؟ این وقتی ما ویدیوهای از یا را ببینیم شاید در این بخش ما به یا کمک کنیم یا کنم فایده برشان برسه. چه رقم استاز ما در اینجا بچه میگه ما خدا اینجا به کفر داخل نمیشه. باشه در این مورد صحبت میکنم. سلام علیکم و رحمت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من این حدیث رو که برادر عزیزمون پرسیدن بله این حدیث حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعث الى معاویه لیکتب له فقال انه یأکل. پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی رو فرستادن پیش معاویه و معاویه رضی الله تعالی عنه میدانید که یکی از کاتبان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. کسی بود که نامه‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم رو مینوشت یا آیات قرآنی که نازل میشد برای رسول الله صلی الله علیه و سلم مینوشتن. یکی از کاتبین وحی بودن. این نفر رفت دید که ایشان داره غذا میخوره. آمد گفت که یا رسول الله دارن غذا میخورن. فقال انه یأکل ثم بعث الیه فقال انه یأکل. دفعه دوم فرستادن و نفر برگشت گفت که داره غذا میخوره. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا اشبع الله بطنه. خدا سیرش نکنه. بعضی از شیعیان و بعضی از کسانی که فی قلوب مرض در دلشون بیماری است فکر میکنن که این یک نوع بددعا هست، یک نوع یعنی کلام زشتی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه گفتن. حقیقت اینطوری نیست. این یک نوع اصطلاحاتی است که عموما در زندگی ما شما هم در زبان فارسی هم این چیزا وجود داره. به طور مثال من از یک اصطلاح دیگری هم هست در حدیث اومده زیاد، این رو هم برای شما بیارم. مثلا این جمله ثکلتک امک، مادرت تو رو سقط بکنه. این یک نوع اصطلاحاتی بود که یک نوع جملات عتاب بود، بددعا نبود که دعای بد کرده باشه کسی رو. مثلا رسول الله از صحابه مثلا حضرت عمر میگه ثکلتک امک
در جای دیگه قال عمر ثکلتک امک، رسول الله صلی الله علیه وسلم به معاذ میگن ثکلتک احفظ لسانک ثکلتک امک معاذ و هل یکب الناس علی وجوه من السنتهم. مادر تو رو سقط بکنه ای معاذ، آیا غیر از این زبان چیز دیگری است که مردم رو به دوزخ میبره؟ این بددعا نیست، متوجه هستید؟ این بددعا نیست که اینا طوری برای مردم وانمود میکنن که اینایی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفتن اینا بددعا هست. اینطوری نیست. یا تربت یداک، مثلا دستانت به خاک آغشته بشه، اینا اصطلاحات است که ترجمه دقیق اون به فارسی ما به اصطلاح روز ما چیز دیگری است. بر صورت این حدیثی است که در صحیح مسلم هست و نکته مهم در این است که این نفر میره میگه که ایشون در حالت خوردن است. یعنی در حدیث نمیده که ایشون میره پیش سیدنا معاویه به او گفته باشه که بیا که تو رو رسول الله صلی الله علیه و سلم کار داره و اون گفته باشه نه من دارم غذا میخورم. همچین چیزی در این حدیث نیست. تشکر میکنم از این دوست عزیزی که این رو پرسیده بودن. عزیزی در مورد کسانی که معتاد هستند به دیدن فیلم های مبتذل، اولا برای کسی که مبتلا به این بیماری باشه این یک بیماری است. خیلی از اعمال زشتی که بعضیا انجام میدن در امور جنسی اینا یک نوع بیماری های روانی است که اینها نیاز به علاج دارن و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به ما امر میکنه و اقم الصلاة، نماز را برپا دارید. ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان را از فحشا و از منکر باز می‌دارد. باور بکنید اگر کسی نماز رو به قواعدش به شکل درست و صحیح و با حضور قلب ادا بکنه هیچ وقت مرتکب فحشا و منکر نمیشه. یکی میگفت که چرا فلانی مثلا نماز میخوانه مرتکب گناه و معصیت و فحشا و منکرات هم میشه؟ گفتم تو برو اول نماز خواندنشو ببین. باور کنه اینقدر سریع نماز میخونه که من یک رکعت بخونم اون 4 رکعت رو سلام داده. این نماز نیست. نمازی که با تمام و کمال باشه انسان را از فحشا و منکرات دور میکنه، نه اینکه بعضی نماز رو به عنوان یک عادت اصلا میخوانن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که وقتی که یک انسان گناهی را انجام میده الله متعالی یک نقطه سیاهی رو در قلبش قرار میده، یک نقطه سیاه. 2 گناه میکنه 2 نقطه سیاه، 3 گناه میکنه 3 نقطه سیاه، تا موقعی میشه که این قلب رو زنگار میگیره، این قلب سیاه میشه. در قرآن کریم بران علی قلوبهم، بلکه قلبهایشان رو زنگار گرفته است، پوشانده است این گناه ها. بعد این لذت میبره از اون، خودش رو در همون جو گناه و معصیت غرق میبینه. بعد از اون نماز و روزه و زکات و حج هم تأثیری در این انسان نمیگذاره الا اینکه توبه صادقانه بکنه، توبه نصوح بکنه. هر انسانی، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که برای اون نصیبی از زنا هست. هر وجود انسان، چشم زنا میکنه، گوش زنا میکنه، دست زنا میکنه، پا زنا میکنه. پیش از آن زنایی که مثلا بره با یک زن نامحرمی هم بستر بشه. زنای چشم چی است؟ نگاه کردن به زن نامحرم، نگاه کردن به فیلم های مبتذل. زنای گوش چی است؟ گوش دادن به همین موسیقی ها و خواندن هایی که در او کلمات مبتذل هست. لمس کردن به طرف، مثلا بعضی رو دیدید میره مثلا از خونهش تو بازارها تو پارکها میگرده، به خاطر چی؟
به خاطر چشم چرانی. این با پای خودش داره زنا میکنه، با چشمش، با دستش، با گوشش. زنا تنهایی نیست که یک نفر بره با یک زن نامحرمی بخوابه. و همه اینها در نزد الله سبحانه و تعالی، من این آیه رو براتون بیارم. الله متعال در سوره اسراء آیه 36 میفرماید که ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. بدون شک گوش، چشم، قلب، هر یک از اینها مورد بازخواست قرار میگیرند در پیشگاه الله سبحانه و تعالی. اگر این انسان در موقعی که به طرف این افلام نگاه میکنه این رو در خودش، این احساس رو در خودش داشته باشه که الله سبحانه و تعالی او رو داره میبینه، همین انسان آیا در پیش مادرش میتونه همین فیلم ها رو نگاه بکنه؟ نه. در پیش پدرش میتونه نگاه بکنه؟ نه. در پیش همسرش، فرزندانش، در پیش مردم میتونه نگاه بکنه؟ نه. اما همین انسان در تنهایی میاد این رو نگاه میکنه. این انسان غافل است، غافل از این که ذات اقدس الهی داره او رو میبینه. کرامن کاتبین دارن براش مینویسن این عملش رو. به خاطر همین در حدیث جبرئیل وقتی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میپرسن که، جبرئیل علیه السلام میپرسن که و مل احسان، احسان چی است؟ احسان یکی از مراتبی است که انسان متقی و پرهیزگار به این مرتبه میرسه که ان تعبد الله کانک تراه، طوری الله رو عبادت بکنی انگار که الله رو داری میبینی. اگر این احساس رو در خودت نمیتونی ایجاد بکنی که داری الله رو میبینی، فانه یراک، او داره تو رو میبینه. من در برنامه گذشته بود فکر کنم مثال آوردم، شما توی اداره کار بکنید، اون بالا یک دوربینی باشه و وظیفه شما مثلا تایپ کردن یک سری برگاست، دوربین هم همونجا روبرود باشه، یک لحظه میتونی به یک کار دیگری مشغول بشی؟ نه، چون میترسی که اونجا دوربین هست، رئیس اداره داره تو رو نگاه میکنه و الله سبحانه و تعالی داره در هر حالت داره تو رو میبینه. کسی این احساس رو در خودش ایجاد بکنه خجالت میکشه، همونطوری که از پدر و مادر و همسر و فرزند و بقیه مردم خجالت میکشه. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. بله بفرمایید. میخواستم از استاد یک سلام داشته باشم، یک سوال داشته باشم و همچنان ادب و احترام خدا هم برشان تقدیم بکنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز بفرمایید، در خدمت شما هستم. استاد مثل که کدام موضوع دیگر چیز میکنن؟ نه، صدا رو شما با تأخیر میشنوید از طریق یوتیوب، چند ثانیه تأخیر است، اما شما دارید با من صحبت میکنید. بفرمایید برادر عزیز. درست است. اول احترام از صمیم قلب و از ته دل به اصطلاح مردم ایران سلامت باشید. شما و خدمت دوستایی که شرف حضور دارن و همیشه میبینن جناب استاد سلامت باشید. و مستفید میشن از صحبت‌های گوهربارشان تقدیم میکنن. سلامت باشید برادر عزیز. و فقط یک سوال داشتم استاد در قسمت مسئله یک آیت شریف که ما از حد گذشته زیاد جایی که خواستیم او را پرسپال کردیم و جایی که از اساتید بسیار جد مجرب بوده هم پرسان کردیم که خداوند مهربانی میکنه که انه اقرب من حبل الورید. میگم ما از اشاره گردن کده نزدیک هستم. وقتی که از اشاره گردن کده نزدیک باشه به وجود انسان، حال امی موقعیت خداوند کدام جای است؟
درست باشه، در این مورد صحبت میکنیم. باشه، در این مورد صحبت میکنیم برادر عزیز. سوال دیگری هم دارید؟ بله، تحقیب از این همی که ورکو و سجودو یک آیت است و کو یک تا سجده دوتا. میخواستم امیرم یک کمک وضاحت چه بشنوم. باشه. الان برادر عزیز من از شما یک سوال میپرسم. شما فکر کنم در یک از کشورهای اروپایی هستی، شاید آلمان، درست است؟ بله سر. درست. الان من و شما به هم نزدیک هستیم یا نیستیم؟ نزدیک هستیم سر، بله. اما تقریبا از طریق امواج واتساپ. درست، دقیقاً. من و شما الان با هم نزدیک هستیم، داریم صدای هم دیگر رو میشنویم. شما تقریبا فاصله شما الان با من، صدای شما با من حدود چیزی در حدود 20 سانتی متر مربع است، درست؟ تلفن نزدیک من روبروی من هست. اما در حقیقت جسد شما حدود شاید 2850 کیلومتر از من دورتر است، شاید هم بیشتر. درست است یا نه؟ بله. شما پس هم نزدیک هستید هم دور هستید. بله. الله سبحانه و تعالی با علمش به همه بشر نزدیک است، نزدیکتر از شاهرگ گردن. متوجه شدید برادر عزیز؟ بله. زنده باشید. بازم بیشتر صحبت میکنم در این مورد. تشکر شما. صحبتای شما را میشنوم اول سر. باش. من چون برادرم از طریق یوتیوب دارن میشنون. الله سبحانه و تعالی میفرماید که لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان را خلق کردیم. الله خالق ماست. خالق چیزی، خالق یک شی. مثلا کسی که این کامپیوتر رو ساخته، کسی که این ماوس رو ساخته، کسی که این تلفن رو ساخته، ولله مثل الاعلی، کسی که این دستگاه هایی رو که شما اینجا میبینید، این دوربین رو ساخته، از همه تفاصیل این شیئی که ساخته هست آگاه هست. الله سبحانه و تعالی به ما میفرماید ما انسان را خلق کردیم. من الله سبحانه و تعالی انسان را خلق کردم. و نعلم ما توسوس به نفسه، حتی این وسوسه‌ای که در درونش هم ایجاد میشه رو ما میدانیم. الله متعال میداند با علمش، با علم فقط. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، و ما از شارگ گردن هم به او نزدیکتر است. الله سبحانه و تعالی با علمش که ذات اقدس الهی نزدیکترین او تعالی نزدیکترین است به همه مخلوقات، حتی از شارگ گردنشون. امام قرطبی رحمت الله علیه در تفسیر میگه که توضیح میده در مورد که حبل الورید چی است. میگه که ای نحن اقرب الیه من حبل وریده الذي هو منه وليس على وجه قرب المسافه. میگه الله متعال میفرماید که ما از شارگ گردن به اون نزدیکتر هستیم، نه به معنی مسافت. وقیل ای و نحن املك به من حبل الورید الذي هو من نفسه لانه، میگه ما الله سبحانه و تعالی مالک این شاهرگ گردن به همه این وجود ما از بالا تا پایین است. فعلم الرب اقرب الیه من علم القلب و هذا القرب قرب العلم والقدره. میگه این نزدیکی علم و قدرت است. بازم میگیم ولله مثل الاعلی. این جمله یعنی این که ما هیچ وقت نباید مثالی که برای الله سبحانه و تعالی است رو به مخلوقات بزنیم، اما گاهی اوقات این مثال زدن نیاز هست با گفتن این جمله که این مثال مانند مثالی که برای الله متعال میزنیم نیست. نیاز است تا بعضی انسان ها متوجه بشن. به طور مثال شما برادر عزیز که تماس گرفته بودید، قدرت شما در محدوده خانه شماست.
در محدوده خانهتون میتونید که به همسرتون امر بکنید، به فرزندانتون امر بکنید. حتی اگر از شما دورتر هم باشن، به فرزندتون که مثلا شما در هامبورگ زندگی میکنید، فرزندتون مثلا در هالند زندگی میکنه، بهش زنگ میزنید پسرم فلان کار رو انجام بده. نه، نمیگه، انجام میده. قدرت شما در محدوده خانواده شماست. مؤسسه‌ای دارید، شرکتی دارید، کارخونه‌ای دارید، شاید مدیر کارخونه‌تون، کارگرایی که اونجا کار میکنن، اونا هم یعنی شاید امر شما را قبول بکنن چون شما بالای اونها قدرتی دارید. اما صدر اعظم آلمان علمش و قدرتش بر همه آلمان هست. علم ذاتی خودش نیست، از طریق پلیس، از طریق استخبارات، از طریق دم و دستگاهی که دارن، از طریق تکنولوژی که دارن، همه مملکت رو اداره میکنه. رئیس جمهور، صدر اعظم، وزیری که وزارتخانه رو اداره میکنه، از طریق قدرتش، زیردستانش، از همه صغیره و کبیره محیطی که در اونجا حکومت داره، قدرت داره، آگاه هست. الله سبحانه و تعالی خالق همه بشریت است و با علمش و با قدرتش از همه هستی آگاه است و این به معنی نزدیکی ذات الهی به یک شخص نیست. باز دوباره برمیگردیم به مسائل فلسفی که لحظات پیش در موردش صحبت کردم. اصلا تصور کردن، صحبت کردن در مانند الله سبحانه و تعالی در همه جا هست و در هر جا هست و اگر باشه چطور است، اگر نباشه چطور است، سوالات فلسفی که بعضیا میکنن، این اصلا در این مورد عقل بشر نمیتونه گنجایش این مسائل رو نداره. به خاطر همین منع شده که در شریعت در این مورد انسان اصلا فکر بکنه. بعضیا میگن نه، عقل بشر باید همه این چیزها رو درک بکنه. بسیار خوب. مثلا شما 30 سال پیش، شما برادر عزیز حتما در افغانستان بودید. در اونجا اگر به شما کسی میومد میگفت که مثلا اسم شما باشه احمد، احمد جان، برادرت که در آلمان زندگی میکنه، محمد مثلا، شما الان میتونی که اون رو ببینی، باش صحبت بکنی، اصلا چهرهشو با پوست و گوشت و همه چیز ببینی جلوت. میگفتید که نه، این دیوونه است، این چیز امکان نداره، این چند هزار کیلومتر دور چطور امکان داره که من اون رو ببینم؟ همون چیزی رو که عقل ما 30 سال پیش انکار میکرد، امروز ما داریم میبینیمش. من مقاله خوندم که بعضی از رستوران ها و بعضی از سوپرمارکت ها در آینده حتی به مشتریانشون امکان چشیدن طعم منتجاتی رو که عرضه میکنن از طریق اینترنت رو ارائه بده. امروز شاید به نظر من و شما یک چیز اصلا غیر ممکن باشه، چون عقل ما فعلا در همین زمانی که ما زندگی میکنیم با این تکنولوژی که سر و کار داریم، عقل ما در همین محدود است. اما این چیز امکان داره، شاید 10 سال بعد، شاید 5 سال بعد. خیلی از مسائل است که امروز عقل ما قبول نمیکنه، اما در آینده امکان داره که اتفاق بیفته. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. و علیکم سلام و برکاته. استاد عزیز خوب هستین؟ سلامت باشید، تشکر از شما. آزمون سوز میران استاد؟ بله بفرمایید. استاد عزیز من یک سوال داشتم. میخوام همسر بگیرم از تاجیکستان و روسیه بیارنش، مادر من، یعنی همون دختره. درست. بعد یه برادر شیخای عرب گوش کرده روسیه میگه که باید پدر همون دختر یا که پدرش نباشه، مثل یکون تقویش یا که نمیدونم ای طرف هم مردانه یکون بگیم چیش باشه، نه باید پدرش باشه در وقتی که همون وقتی دخترم یعنی نکاح میکنیم. همین چیز تو کدوم درجه را مثل چیه درسته یا که نیست؟ ببینید در مذهب حنبلی، اگر این شیخی که ذکر میکنید از کشورهای خلیج باشد، از عربستان، از این مذهب، در مذهب حنبلی وجود ولی، پدر دختر،
اگر پدرش وفات کرده نیست، برادر بزرگش، عموش، داییش، هر کسی که صفت ولایتش رو داره، جز شروط نکاح هست و نکاح بدون اون هیچ امکان نداره که بسته بشه. متوجه هستید؟ بله استاد عزیز، یکی اگر همین مادر من همون دختر بیاد اینجا نکاحش کنم بعد نکاح من درست نمیشه؟ درست می شود در صورتی که پدر دختر یا یک نفری رو وکیل بگیرد. پدر دختر مثلا یکی از محارم این دختر رو در روسیه که شما زندگی می کنید وکیل بگیرد که در مجلس عقد نکاح از طرف پدر دختر به عنوان وکیل به اصطلاح نکاح شما رو ببنده. استاد عزیز اگر یگان خیلی تبارش نباشه؟ ببینید از طریق تلفن میشه این کار. بعضی از علما فتوا دادن که نکاح رو از طریق تلفن هم میشه. الان مثلا در این زمان هم میدونید که از طریق تماس‌های ویدیویی مانند زوم، واتساپ، بعضی برنامه‌های دیگر، از طریق تماس ویدیویی بعضی از علما فتوا دادن برای کسایی که عذر دارن، مشکل دارن، میشود نکاح رو بست. به شرطی که کسی که نکاح رو میبنده پدر دختر رو بشناسه، نه اینکه یک نفر دیگه بیاد ادعا بکنه که من پدر دختر هستم. پدر دختر رو بشناسه و کسایی که شاهد هستن اونا رو بشناسه. استاد عزیز نگاه کن سیتواسیون مچ خیلی استاد مقصد ما را توجیستان بریم اولا غامتیان از خصوصا بچهای توجیک بچهای توجیک قزاقستان روسیه میورن مدارای بچه‌ها همون دخترم میگیرن میان تا ایداجه هستن که میسو که ویدیو زم بزنیم نکی نکاح میکردی یگان همین خطیبای مسجدایی که در همینجا هستن بعضی از توجیکای هستن که در همینجا الحمدلله علم دارن اما نکاح مینن نکی پدر دختر موجود نشناسم استاد عزیز. حداقل یک دو نفر شاهدی که شما هست در عقد نکاح شما، اونا که پدر دختر رو میشناسن. متوجه هستید؟ این از باب احتیاط است. از باب احتیاط است. برای که میگه که همون حدیث همی رو همون شیخ میگه هر کسی که همی پدر دختر که عقیقونه همون دختر نباشه یعنی اون نکاح نیست. همی خیلی حدیث میگه. ببینید شرط اساسی این است که پدر دختر یا ولیش، متوجه هستید، در مجلس عقد نکاح حضور داشته باشه. اگر نیست وکیلی که از طریق محکمه و از طریق دادگاه او رو وکالت داده باشه، وکالت رسمی داده باشه، یا به شکل شفاهی در حضور دو نفر شاهد وکالت داده باشه. متوجه هستید؟ مثلا پدر شما، برادر شما و یک دوست دیگر شما که پدر عروس اونها رو میشناسه، در حضور اونها مثلا امام فلان مسجدی رو گفته باشه که وکیل من هست که نکاح دخترم رو با فلانی ولد فلانی ببندد، در این صورت درست میشه. اما بعض پدرش اگه کسا یعنی همچون وکیل انتخاب کنه و در نکاح ما باید اشتراک. خویش و تبار شرط نیست که حتما خویش و تبار دختر باشد. از خویش و تبار شما هم اگر کسی باشد که پدر دختر اونها رو بشناسد و اونها پدر دختر رو بشناسن، امکان داره که شاهد بشن، وکیل بشن حتی. فهم استاد عزیز، هزار رحمت جوان زنده استاد باش. عزیز. در حق همین به غریبای توجیه خصوصا استاد عزیز دعا کنه ای رحمان فی ظالمه ایسر قدرت دور کنه و یک آدمی تقوادار و پرهیزگار بیاید که استاد عزیز آمین. کنده جمع خور شده. آمین. الله متعال حفظتان کنه. الله متعال این مشکلات و سختی ها رو آسان بکنه. تشکر برادر عزیز. امین. سلامت باشید. سلامت. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از شما. سوالی صاحب چند مدتی میشه که سوالهای در ذهن خطور میکنه، نمیدونم که آیا چه قسم بیانش کنم. خب مسئله از این است که بعضی اوقات انسان نماز هم میخونه، تلاش هم میکنه برای روزه و اذکار و
اینا و بعضی اوقات بعضی از وسوسه ها یا در دلش ایجاد میشه، مثلا در مورد نماز و چیزا، مثلا در فراز و نشیب به حساب قبولیت یا قرار میگیره. آیا این از قوت ایمان است یا از وسوسه های شیطان است؟ و در حالی که با این مبارزه هم مثلا صورت میگیره که حتما یک گپی است. و سوال بعدی است که ادمی مورد تصوف که مکتب علامه فیضانی است. بله. من چند وقتی در جمع از اشتراک کردم، چون بعضی دوستا را و از یاد ویدیوهایی را که در یوتیوب شنیدم و بعضیا گفت بدعت است و بعضیا گفت نه کار درست است، من در شبهه واقع شدم و این کار ترک کردم. و بعضی ویدیوهایی که مثلا وایرال میشد در حسابی که آنها مثلا رقص می بود چیزا، در بین از او چیزها نبود. دیگه همین سوال ها را از شما داشتم، امیدوار هستم که موضوع را گرفته باشین انصاری صاحب. چشم، حتما ان شاء الله در این مورد صحبت میکنم. درست است، بخیر باشین. تشکر. زنده باشید. الله متعال استان. من در مورد این فرقه فیضانی ها یک سری مطالبی رو آماده کرده بودم که یک برنامه‌ای برم. انشالله سعی میکنم در مورد فرقه فیضانی مفصل انشالله یک برنامه‌ای رو بگذارم، چون در به شکل مختصر نمیشه در این مورد صحبت کرد. من کتاب‌های اینا رو، مصادر اینها رو جمع کردم و این یک برنامه مفصلی میخواد. انشاءالله به یاری الله سبحانه و تعالی یک برنامه خاصی در مورد فرقه فیضانی‌ها من یادداشت بکنم. فیضانی‌ها دوست عزیز خطرناکتر از بقیه فرقای صوفی هستند. فیضانی‌ها یک گروهی هستند که اینها بیشتر رو کارهای تعلیمی و فکری تمرکز دارند و به طور مستقیم از ایالات متحده آمریکا اینها کمک میشن، از طریق استخبارات CIA، از طریق بعضی از مؤسسات تبشیری، از طریق اونها کمک میشن. گاهی اوقات بعضی از فرقات در اصل یک انسان ساده، یک انسان شاید هم مخلصی میاد یک حرکتی رو بر اساس فهم و دانش خودش شروع میکنه، اما بعداً مهمترین چیز در یک حرکت، در یک جنبش، در یک حزب داشتن منهج و عقیده است. منهج و عقیده که درست نبود برادر عزیز، مثلا ما دیدیم رهبران جهادی ایمان را، فرماندهان جهادی ایمان را در افغانستان، کسانی که امت برای اینها اشک میریخت، از آفریقا تا عربستان، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، اینها رو مردم ملائکه و فرشته می دانستن. اینا که می اومدن مثلا حج می اومدن، حجاج بیت الله الحرام اینا رو اطراف اینها رو می گرفتن که دست و پای اینها رو ببوسن. عاقبت دیدیم که چون منهج نبود، عقیده نبود، چی شدن؟ به کیا که خودشان را نفروختن. اینها از طرف سازمان‌های پنهان در اروپا و آمریکا به شدت کمک میشن و خطرناکی اینها نسبت به فرقای مثلا سیفی و غیره این است که اینها کارهای تعلیمی میکنن، کارهای فکری میکنن، کتاب چاپ میکنن، کتابخانه ها تأسیس میکنن. یعنی دقیقاً من به یاد دارم در سالهای موقعی که ما در دوران متوسطه بودیم، یعنی اواخر ابتدای حکومت مجاهدین بود در افغانستان، اینا در بعضی از مناطق در پاکستان کتابخانه داشتن. یکی از کتابخانهشون در نزدیکی حیات آباد در پشاور در منطقه به اسم برد، در اونجا یک کتابخانه‌ای داشتن. کسایی که کار فرهنگی میکنن، کار تعلیمی میکنن، خطر اینا بیشتر است، چون اینا میان روی شخصیت‌های مؤثر جامعه کار میکنن. شما مثلا دکتر دارید فیضانی است، مهندس دارید فیضانی است، انسان‌های سیاستمدار دارید فیضانی هستند. به خاطر همین خطر اینها در یک جامعه خیلی بیشتر از خطر فرقای صوفیای کلاسیک مانند سیفی و غیره است. و به این مناسبت باید
سردمداران امارت اسلامی این موضوع رو خیلی جدی باید بگیرن. گرچه یک نوع تعاطفی دارن با امرای صوفی ها، لکن اینها صوفی نیستن. اینها یک فرقه باطنی گمراه هستن و یک روز یک مصیبت رو سر مملکت میارن که اصلا تصورش هم نکنید. در موردی که انسان گاهی اوقات نماز میخوانه، روزه میگیره، اعمال خیر انجام میده، وسوسه ایجاد میشه که قبول شد، قبول نشد، چطور بود، خوب بود، بد بود، کلا وسوسه که ایجاد میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. شیطان مانند خون در رگ‌های انسان حرکت میکنه. این رو در کجا فرمودن؟ داشتن با یکی از همسرانشون در شب میرفتن در مدینه. 2 تا از صحابه از جلو آمدن، خب طبعا زنها پوشیده بودن در اون موقع. بعد از اینکه سلام علیک کردن به اون 2 تا صحابی گفتن اینها صفیه، این صفیه هست، همسرم هست، یعنی صفیه ام المؤمنین صفیه. گفتن یا رسول الله مگه ما در مورد شما شک میکنیم؟ فرمودن ان شیطان یجری من آدم مجرى الدم. شیطان مانند خون در رگ‌های انسان حرکت میکنه. امکان داره هر کسی وسوسه بکنه، هر کسی رو فریب بده. به خاطر همین شما ببینید قرآن میخوانیم باید اعوذ بالله بگیم، از کاری که میخوانیم همیشه در اون پناه بردن به الله سبحانه و تعالی از شر شیطان است. معوذتین که اینها تعویذ است یا پناه بردن به الله سبحانه و تعالی هست از شر وسوسه شیطان و جن و انس. این رو ما در اذکار صبح میخوانیم، در اذکار شام میخوانیم، وقت خواب میخوانیم، بیدار شدن از خواب میخوانیم، بعد از هر نماز باید یک بار بخوانیم، در اذکار صبح و شام 3 بار بخوانیم. تاکید بر این مسائل به خاطر چی است؟ چون این یک مبارزه است بین شیطان و وسوسه شیطان و بین انسان و ایمان و تقوای او به الله سبحانه و تعالی. از زمان آدم علیه السلام شروع شده و تا روز قیامت ادامه خواهد داشت. و هر موقعی که این وسوسه رو انسان در نفس خودش حس میکنه استغفار بکنه. استغفر الله العظیم الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. استغفار بهترین داروی این وسوسه استغفار است. و خواندن معوذتین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن اینها انسان رو دور میکنه از وسوسه های شیطان. مادامی که در حد وسوسه هست انسان به خاطر این بازخواست نمیشه در پیشگاه الله سبحانه و تعالی. آخرین آیه سوره بقره که ما این 2 آیه رو همیشه قبل از خواب باید بخوانیم، آمن الرسول بما انزل الیه، در آیه 2 چی میگه؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله سبحانه و تعالی هیچ نفسی رو بجز به اندازه توانش مسئول قرار نمیده. لها ما کسبت، چیزی رو انجام داد در مقابلش مسئول است. و علیها ما اکتسبت، و چیزی رو که انجام نداد عملا، مثلا کسی فکر کرد که زنا بکنه، کسی فکر کرد که دزدی بکنه، کسی فکر کرد که دروغ بگه، کسی فکر کرد که غیبت بکنه، بهتان بزنه، یک عمل زشتی رو انجام بده، به خاطر فکرش بازخواست نمیشه. قبل از نزول این آیات مفسرین میگن که به مجرد فکر کردن به این چیزها انسان گناهکار میشه. به خاطر همین الله سبحانه و تعالی مثلا آیه قبل از این 2 آیه قبلیش آیه 284 رو اگر که شما ببینید، و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، چیزی رو در نفستون با خودتون این رو آشکار کنید یا پنهان کنید، الله سبحانه و تعالی شما را حساب میکند. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، کسی رو بخواد ببخشه، کسی رو بخواد عذاب میده. و الله علی کل شیء قدیر، و الله سبحانه و تعالی بر هر چیزی قادر است. این آیه جز آیات منسوخ است، قرائتش هست اما حکمش منسوخ است. چرا؟ این خیلی گران تمام شد برای صحابه. یا رسول الله، یعنی الان ما چیکار بکنیم؟ الان ما یک فکری هم بکنیم خدا ما رو بازخواست میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابه فرمودن بگید که سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم، مانند بنی اسرائیل نباشید که اعتراض بکنید.
گفتن سمعنا و اطعنا. وقتی که الله سبحانه و تعالی این وضعیت رو در صحابه دید که گفتن سمعنا و اطعنا، اعتراض نکردن، بعد از اون میگن آیه بعدی نازل شد که لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. بعد از اون دعا هست ربنا لا تؤاخذنا این نسینا او اخطأنا. خدایا بارلاها اگر فراموش کردیم، اشتباه کردیم، ما رو مؤاخذه نکن. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا. بارلاها باری رو بر دوش ما نگذار که ما نتونیم اون رو حمل بکنیم مانند گذشتگان. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. قسمت آخرش دعا است. به خاطر همین اگر گاهی اوقات انسان دچار وسوسه میشه، به خاطر وسوسه‌اش الله متعال بازخواستش نمیکنه. حتی اگر گاهی اوقات انسان شک میکنه، گاهی اوقات یک انسان شاید در ذات اقدس الهی شک بکنه، به مجرد این شک کردن و بعد از اون طلب استغفار بکنه، ذکر بکنه، به مجرد این شک کردن الله متعال او رو مورد بازخواست قرار نمیدهد. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد محترم ان شاء الله که سالم و سلامت باشید. سلامت باشید، زنده باشید برادر عزیز، بفرمایید. استاد محترم، من یک سوال داشتم در مورد حاکم که ما شما داریم که وقتی که یک شخص حاکم یک کشور و یا یک منطقه است، بله، او مسئول تمام کارا که در اون منطقه میشه او است. دیگه در آخرت او در پیشگاه خداوند متعال اینا مسئول هستند. اگر در اون کشور هر مشکلی که باشه، هر چیزی باشه، دیگه یعنی چیزی که مسئولیت حاکم است باید او را چه از عدالت از هر لحاظ بگوی. ما گفتم در مورد ازمی اگر میشه معلومات بتن. و همچنان یک موضوع دیگه، بله، در افغانستان امیال طالبا حکومت دارن و حاکمیت میکنن و مثلا امنیت هست که خیلی یک چیز خوب است، ولی در ادارات میبینیم یک چیزایی هست که دیدیم و واقعیت است. مثلا رؤسا هر کاری که دل از اونا بخواین اونا میکنن، در مثلا در قسمت استخدام بوده، یعنی اونا سیل نمیکنن چه کسان لیاقت دارن چه کسانی لیاقت ندارن. دیگه مثلا یک شخص در یک پست او وظیفه اجرا کرده بر مدت 4 یا 5 سال و امو وظیفه را خوب یاد گرفته. درست. رئیس مثلا از او خوشش نمیاد یک کسی که نه لیاقت از او را داره، امو وظیفه را داره، نه اندازه این شخص میفهمه و علمیت داره، میگیره این نفر بر کنار میکنه و نفری که هیچ چیزی هم نداره او را بجای از مقرر میکنه. خیلی در این موضوعات هست. درست. یعنی ما شما میگیم حکومت اسلامی هم هست و اینا تو کلگی ملاها و مولوی ها هستن دیگه، خوب حکومت میکنن، مسئولیت پذیر هستن. یعنی اینا در دنیا چه جواب خواهد داد؟ یعنی در این کشور اینقدر بدبختی و بیچارگی وجود داره. بسیار. یعنی جوانان تا جایی که ما شما فکر بکنیم اینا در بروس و استراب هستن. درست. دیگه موضوع واقعا میتواند یعنی همونطور که ما شما میگیم باعث فرار مغزا شود و جوانا را فراری به از کشور. درست. دیگه یعنی من گفتم اینا یعنی در دنیا از اینا پرسان نمیشه. اولا هر کسی که موضوع وظیفه است که مسئولیت باید به کسی سپرده شود که او در امو موضوع علمیت داره
دیگه یعنی در دنیا چه رقم خواهد شد، اینا در پیشگاه خداوند چی جواب خواهند داد. یعنی به نظر من خیلی یک ظلم کلانی میتونه باشه. ما گفتم در مورد همین دو موضوع اگر میشه شما از دیدگاه شریعت معلومات بدین. باشه چشم در این مورد صحبت میکنیم. تشکر استاد. باز هم میبخشین که خیلی طولانی. خواهش میکنم. تشکر از شما. سلامت باشید. قبل از اینکه به سوال برادر عزیزمون پاسخ بدیم و من انشاءالله پاسخ فقط از قرآن کریم انشاءالله خواهم داد، اما یک موضوعی رو برای شما بیان بکنم. ما انسان ها همیشه در پی یک مدینه فاضله ای هستیم که همه چیز روبرا هست، عدل، مساوات، گل و گلستان، حق به حقدار رسیده، هیچ ظلم و ستمی نیست. همچین چیزی وجود نداره. همچین چیزی در خیال ها هست. حقیقت همچین چیزی وجود نداشته و نخواهد داشت. شما تصور بکنید رسول الله صلی الله علیه و سلم است. وحی الهی نازل میشه. جنود السماوات والارض با رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یک امر بکنه. در طائف جبرئیل آمد گفت یا رسول الله، الله متعال امر کرده، فرشته کوه ها آماده است، امر کن که کوه رو سرشان بریزه. گفت نه. در همین مدینه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی می‌کردند، وحی هم نازل می‌شد. در جنگ بدر 10,000 فرشته با مجاهدین در جنگ شرکت کردند. در همین جا زنا بود. صحابه زنا کردند. صحابه‌ای بود که زنا کرد، آمد اعتراف کرد. دزدی بود، کسی بود که دزدی کرد. کسی در احد بود، در یکی از غزوات بود. گفتن خدا رحمتش بکنه، چه مجاهدی بود، شهادتش شهید شد و فلان شد. پیامبر صلی الله علیه و آله او فی النار، او در آتش است. یا رسول الله، این جهاد کرد، چندین نفر از مشرکین رو به کشت. گفتم برید در بین وسایلش ببینید. رفتن دیدن که یک چیزی رو از غنیمت پنهان کرده. در همین مدینه منافقین بودن. عبدالله ابن ابی ابن سلول بود، دار و دستش بود. در غزوه احد 700 و چند نفر از منافقین از لشکر رسول الله صلی الله علیه وسلم جدا شدن. در نزدیکی های میدان معرکه جدا شدن، رفتن. پس در مدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم منافقین بودن. دزد بود، زناکار بود، شرابخور بود، رباخوار بود. یعنی شما بگید که یک شهری رو ما میخوایم درست بکنیم که در او هیچ چیزی نباشه، همه پاک باشن، امکان نداره. این بشر است. پس اون مدینه فاضله ای رو که فلاسفه در ذهن خودشون داشتن هیچ امکان نداره در دنیا. پیامبران نتونستن همچون یک مدینه فاضله ای رو درست بکنن و ما هم نمیتوانیم. در جامعه منافق هست، در جامعه گناهکار هست، خطاکار هست. همه بشر در یک سطح نیستن. ما بعد از 40-45 سال شما فکر بکنید هر 20-25 سال یک نسل عوض میشه. ما 3 نسل ما در افغانستان در جنگ و بدبختی و جهل و نادانی و درگیری و در بین توطئه‌های دشمن، حماقت‌های خود ما، در خیانت‌ها. کسی که در سال 1357 سال کودتای کمونیستا به دنیا آمده بود، الان یک پیرمردی است. نیم قرن گذشته تقریبا. شما در 24 ساعت نمیتوانید این ملت رو پاکیزه در سطح جامعه های مدرن و پیشرفته قرار بدهید. زمان نیاز است. حداقل یک نسلی نیاز است که بگذره. به خاطر این همیشه با دعوتگرانی که شکایت میکنن از برخورد بزرگسالان و موسفیدان با هیچ وقت با اونها درگیر نشوید. شما با جوانها کار بکنید. این نسلی است که اولا تغییرش خیلی مشکل است. مدت زیادی میخواهد که تغییر بکند. بهشان احترام میگذاریم.
بزرگان ما هستن، تاج سر ما هستن، اما برید رو نسل آینده کار بکنید و آینده یک مملکت در دست جوانهایی است که امروز در سن جوانی و نوجوانی قرار دارند. پس برادر عزیز، ما امروز نباید مثلا از امارت اسلامی توقعی رو داشته باشیم که در این 5-6 سال یا حتی تا 5-6 سال آینده، تا 10 سال، تا 1 دهه 2 دهه جامعه رو بیارن همه مشکلات جامعه رو حل بکنن. شما ببینید خیلی از پروژه‌ای رو که امروز طالبان دارن در افغانستان، در امارت اسلامی دارن اجرا میکنن، واقعیت است. این رو شاید خودشان پروژه‌ای بود که در همین حکومت جمهوری انسان‌های دلسوز، انسان‌های یعنی وارسته‌ای بودن، همه بد نبودن، انسان‌های خوبی در بینشان بود. پروژه‌ای که در نوسازی بعضی از مناطق شهر بود، پروژه‌ای مثل قشت‌تپه و خیلی از پروژه‌ای که بود، اینا افکار امارت اسلامی نیست. اینا پروژه‌ای بود که انسان‌های وطن دوستی در همون دوران اینها رو آماده کرده بودن و میخواستن اجرا بکنن، اما پروژه‌ای که نفعش، فایدهش برای 40 میلیون افغان بود، به خاطر یک قاتل جانی جنگسالار جنایتکار، به خاطر منافع او این پروژه متوقف شده بود. وزیر رو تهدید کرده بودن اگر این پروژه اجرا بشه، چون اگر این پروژه اجرا میشد قصر مثلا جناب عالی در مسیر این پروژه قرار داشت، باید خراب میشد. نه، این پروژه نباید اجرا بشه. بابا این پروژه به درد 40 میلیون جمعیت کشور میخورد، اما نه، به خاطری که با قصر این جنایتکار، این ظالم جنگسالار ستمگر برخورد میکرد، وکیل رو تهدید میکردن، وزیر رو تهدید میکردن، رئیس جمهور رو حتی تهدید میکردن. امروز که کسانی آمدن در حکومت که همون زورگوها، همون ظالمین، همون ستمگران رو برابر پشم اهمیت نمیدن. به خاطر همون میبینیم که در طول 4-5 سال خدمتی که اینها کردن به افغانستان، در 20 سال حکومت جمهوری کسی نتوانست انجام بده و بیش از 80% خدمات عامل منفعی که در افغانستان باید اجرا میشد به خاطر همین زورگویا، به خاطر همین جنگسالارا، به خاطر همین جنایتکارا متوقف شده بود. طرف آمده بود 4 طرف خانه خودش رو بلاک‌های سمنتی گذاشته بود، نصف خیابان را بسته بود، مردم در ترافیک گیر کرده بودن، هیچ کس جرئت نداشت چیزی بگه. بچه فلان قماندان است یا فلان قماندان است. اما اینا آمدن همه این موانع رو برداشتن. شما از تعدادی که سالها 20 سال در کوه بودن، در جنگ بودن، شاید لباسشان، سر وضعشان مثل اونایی که سابق بودن و نکتایی میزدن و کت شلوار میپوشیدن و ریشا رو چپه تراش میکردن، شاید به اونها نرسن، حالت عادی داشته باشن. اما شما خدمتشان رو ببینید که کاری که اینا در 4-5 سال کردن همونا نتونستن انجام بدن. باور به خدا بکنید، من طرفدارشان نیستم و یه شوخی کردم با یکی دوستان، اگر من امروز افغانستان برم شاید فردا همینا منو بکشن. اما باور کنید از کنسولگری ها گرفته تا سفارت ها تا وزارت خانه ها، زمین تا آسمان رفتارشون فرق میکنه. امروز یک جوان احمق، بی فرهنگ، بی ادب، بی تربیه‌ای که به خاطر واسطه‌ای که خیش فلان رهبر بود در فلان کنسولگری به عنوان دیپلمات کار میکرد، چنان به قول معروف آسمان رو با لگد میزد، چنان رفتار زشت میکرد با مراجعین، با انسانهای کوچیک و بزرگ، با پیرمردها، پیرزنها، چون تربیت نشده بودن اینا. فقط چیزی که در اینها رو به آدم مانند کرده بود اون کت شلوار و کروات و ریشای تراشیدهشان بود. اما امروز ببینید یک ملای آمده، مفتی صاحب، قاری صاحب، ملا صاحب بهش میگن، لنگی رو چپ و راست زده، یک پیرزنی رو میبینه دم در، خودش قنصول، سفیر میاد پایین، مادر چه خدمت، یک نفر بگیرید کارش اجرا بکنید، تمام بکنید. من اینو از هوا نمیگم، اینو دیدم، با چشم خودم بارها شاهد بودم. والا یک مشکل داشته باشی زنگ میزنی به شخص سفیر، به شخص قنصول همین از طالبا که هستن در بعضی از کشورها.
نصف شب هم باشه تلفنش رو جواب میده. والله با یکی از برادران یک مشکلی داشت، گفت به فلانی اگر بشه زنگ زدم، باور کنید نصف شب تلفن رو جواب داد. در سفر بود، تلفن رو جواب داد، شخص دیگری رو موظف کرد، قبل از نماز صبح اون شخص زنگ زد گفت که چند را خدمتی هست که براتون اجرا بکنم. ما نباید این خوبی ها رو نادیده بگیریم، بیاییم به خاطر خوب کردن و بهتر کردن اینها تلاش بکنیم. نه اینکه دیدیم مثلا حزب آمد، جمعیت آمد، جنبش آمد، آمریکا آمد، ناتو آمد، چپ و راست هر کس آمد، کمونیست آمدن، این کودتا کرد، اینو زد، اینو کشت، چی شد نتیجه؟ هیچ. 40-45 سال در بدری، مهاجرت، امروز در ایران با چگونه با اون رفتار میکنن، در پاکستان چگونه رفتار میکنن، در بقیه کشورهای دنیا. بس از بیایم اصلاح بکنیم، بیایم نصیحت بکنیم، بیایم در کنار همینا وایستیم. اگر روزی کار به گروه رسید، بعد جنگ کردن، کودتا کردن، انقلاب کردن آسان است و ما ماشاءالله تاریخ 5000 ساله داریم در جنگ کردن و در این چیز، کوتاه هم نمییم. اما این یک طرف قضیه است. در مورد مسئولین در امارت اسلامی، الله سبحانه و تعالی در هر نماز جمعه یک آیه ای است که اوایل سوره نساء رو میخوانن، بعضی از خطبا همین آیه رو هم میخوانن. الله متعال یک امر میکنه. ببینید ما در جای قرآن گاهی اوقات الله متعال نصیحت میکنه، گاهی اوقات بیان میکنه، گاهی اوقات هشدار میده، اما گاهی اوقات امر میکنه. این خیلی شدید است. امر کردن از جمله شدیدترین احکام الهی است که با کلمه امر شروع میشه. دوستان نشون بدن ان الله یأمرکم، خدا شما را امر میکنه، الله شما را امر میکنه ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امانت ها را به اهلش بسپارید. این در مورد حکومت کردن است. امانت ها را به اهلش، به صاحبانش بسپارید. یعنی وزارت صحت عامه رو به یک ملایی که متخصص در قدوری و کافی است نسپارید، به یک کسی بسپارید که از طب و از بیماری ها و از داروها و از صحت و از اینا سر در بیاره، به اون بسپارید. وزارت اقتصاد و تجارت رو به کسی بسپارید که از اقتصاد و تجارت سر در بیاره. وزارت دفاع رو به کسی بسپارید که از جنگ و از نظامی و از اینا سر در بیاره. نه اینکه چون که این رفیق برادر خانم فلانی است یا برادر فلانی است یا عمو دایی فلانی است، این رو بیارید شما وظیفه بهش بدید. یکی از اسباب شکست حکومت‌های مجاهدین و جمهوری همین بود. امر است، نه؟ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امانت رو به صاحبش بسپارید. ابوذر آمد، متقی ترین صحابه بود. یعنی امروز مثلا یک تابلوی رو دیدم یک جای، شیخ القرآن والحدیث والمعقول والمنظور والمعمول والمخفی والمسرور، حضرت مولانا و شیخ العرب والعجم، فخر خراسان و ملت افغان و نمیدونم فلان فلان چی، مولانا، طارق، فلان، احمد، اینطوری. ابوذر رضی الله تعالی عنه، این بارها گفتم، ابوذر متقی ترین صحابه بود. متقی ترین صحابه، یعنی متقی تر از ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر، از همه متقی تر بود. یک روزی آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله، به همه امارت دادید، این والی فلانجا شده، اون والی فلانجا شده، این امیر شده، اینی شده، به منم یک وظیفه بدید، من هم یک جایی تعیین بکنید، والی تعیین بکنید یک جایی. گفتن یا اباذر اینها امانه، این امانت است، و انت امرؤ ضعیف، و تو یک انسان ضعیف هستی، نمیتونی این رو حمل بکنی. و یوم القیامت حسره، و روز قیامت حسرت است.
ای کاش نمی کردم، ای کاش مسئول نمی شدم، ای کاش وزیر نمی شدم، ای کاش رئیس نمی شدم، ای کاش این وظیفه رو قبول نمی کردم. امانت است، نه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود امانت است. الله متعال چی میگه؟ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. امانت رو به اهلش بسپارید. دوم خدا دیگه چه امر میکنه؟ ان الله یأمرکم اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. وقتی که حکم میکنید در بین مردم با عدالت حکم بکنید. مثلا قاضی هستی، برادرت، مثلا تصور کنیم قاضی از پشتون، از یکی از اقوام بزرگ افغانستان، اکثریت. فکر کنید قرقیز ها مثلا در افغانستان اقلیت بسیار کوچکی هستن. یک مرد قرقیز چوپان بیابانگرد از کوههای اطراف مثلا بدخشان با برادر قاضی القضات امارت اسلامی در کابل سر یک مسئله دعوا شده. هر دو اینا رو آوردن پیش قاضی. قاضی اگر کوچکترین تبعیضی بین برادرش و بین اون قرقیز چوپان بیابانگرد کوچکترین تبعیضی قرار بده، در روز قیامت در قعر جهنم جاش میشه. چون الله اینجا امر میکنه و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. عدالت این است. هیچ تفاوتی باید بین افراد جامعه نباشه در مسئله عدالت، در حکم، در امانات. امروز اگر یک هزاره از دور افتاده ترین منطقه افغانستان انسان مسلمان و مؤمن و موحد و وطن دوست باشه و شایستگی داشته باشه، هر وظیفه ای رو که شایستگی داشته باشه باید تعیین بشه. در مورد ازبک ها، قزاق ها، قرقیز ها، تاجیک ها، همه اقوام افغانستان، بلوچ، هر کسی که باشه. عدالت و سپردن کار به اهلش. حالا اصطلاحاتی که امروز میگن شایسته سالاری میگن و فلان و علان، این اصل قرآنی هستین. بعد از اون یک قومی مثلا در مقابل امارت اسلامی قیام کرد. رهبر این قوم تاجیک بود، ازبک بود یا هر کسی بود، ترکمن بود، قزاق بود، شیعه بود، سنی بود، هر کسی که بود. جنگ کرد، شکست خورد. آیا حکومت باید با این قوم به خاطر که یکی از افراد این قوم بر علیه حکومت قیام کرده بود رفتار دوگانه و تبعیض داشته باشد؟ الله متعال این رو هم جواب میده. یا ایها الذین آمنوا، دوستان نشون بدن، کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. ای مؤمنین برای الله سبحانه و تعالی قیام کنید، یعنی هر کارتون برای الله باشه. به عدالت گواهی دهید. ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. دشمنی با گروهی شما را بر این وا ندارد که شما در مقابل آنها بی‌عدالتی بکنید. عدالت کنید، این به پرهیزگاری نزدیکتر است. پس با عدالت رفتار بکنید. حالا در یک قومی یک نفری بلند شد مثلا جرم کرد، جنایت کرد، برای شما جنگید، به این معنی نیست که شما بیاید با همه اون قوم بدرفتاری بکنید. الله متعال از این منع کرده. واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. از الله بترسید، تقوا بکنید. الله آگاه است به هر کاری که انجام میدهید. خیلی از مسائلی است که
ما باید در مورد اون دقت بکنیم و در یکی ظلم یکی از اعمال زشتی است که الله سبحانه و تعالی در جاجای قرآن کریم من کرده. حتی هشدار میده به ظالمین: ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون. فکر نکنید که الله غافل است از آن کاری که ظالمین انجام میدن. امروز تو قدرت داری، میری یکی رو میزنی، بیچاره هیچ کاری نمیتونه انجام بده. زمین کسی رو غصب میکنی، هیچ کاری نمیتونه انجام بده. و وای به آن روزی که طالبان و افراد امارت اسلامی اشتباه گذشته ها رو تکرار بکنن. در همین برنامه، در همین کانال، حالا شاید اسمش فرق کرده باشه، 15 سال 16 سال پیش به همین کسایی که در حکومت جمهوری بودن، اون موقع مگه کسی میشد به اونا بگه که بالای چشمتون ابروز؟ گفتم والله روزی میرسه که در کل افغانستان یک وجب جمع پیدا نمی کنید که روش وایستید. کجاستن الان؟ رئیس جمهور کجاست؟ وزیر دفاع کجاست؟ کجا هستن الان؟ جرأت دارن که پای بگذارن در افغانستان؟ به اندازه یک وجب جای پا در افغانستان دارند؟ قصرهایشان چی شد؟ شرکت‌ها، پول‌ها و داراییشون چی شد؟ فرار کردن رفتن. و به اینا هم میگیم بترسید از روزی که شما هم مبتلا بشید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک هشداری به صحابه میگن من نمیترسم از این که شما یک روزی میرید کافر میشید، برمیگردید به شرک. از این نمیترسم. مشرک نمیشید، کافر نمیشید. از این میترسم که دنیا به سوی شما روی بیاورد. مگر نشد؟ صحابه هنوز زنده بودن که این دنیا چی کار کرد؟ مگر جنگ صفین سر چی بود؟ سر دنیا بود. دعواها، جنگها، کشتارها بعد از صحابه و تا امروز 30 سال جنگ داخلی در افغانستان سر چی بود؟ سر چوکی قدرت بود. این طرف هم الله اکبر، اون طرف هم میگفت الله اکبر. پشت کارت این هم نوشته بود رضای خدا هدف ماست، پشت کارت اون هم نوشته بود رضای خدا هدف ماست. پشت کارت این هم نوشته بود قرآن قانون ماست، پشت کارتون هم نوشته بود قرآن قانون ماست. اما الله اکبر میگفتن هم دیگر به خاطر قدرت میکشتن. پس غافل نشید از این که الله سبحانه و تعالی حساب نمیکنه. اگر شما هم ظلم بکنید روزی فرا خواهد رسید که شما هم مثل اونا میشید. سرنوشتتون یکی میشه. چون یک اصطلاحی هست میگن که ملک، پادشاهی، حکومت با کفر امکان داره ادامه پیدا بکنه، با ظلم ادامه پیدا نمیکنه. ظلم کردی نابود شدی. بازم شعر استاد خلیلی رو خدمت شما بگم که دولت از نیروی ملت شد پدید، وای بر آن دولت که ملت را ندید. انقلاب سال 57 رو کمونیستا شما فکر میکنید جنرال ها و فیودال ها و انسان های پرنفوذ و پاک‌پاره 4 تا خردضابط اردو انجام دادن. 4 نفر 5 نفر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. تأخیر میندازه اما الله سبحانه و تعالی غافل نمیشه. در آیه دیگری در سوره قصص میفرماید و ما کان ربک مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آیاتنا. الله سبحانه و تعالی نابود نمیکنه تا وقتی که یک انذاری، یک رسولی، یک پیامبری، یک هشدار دهنده رو بفرسته. و این هشدار دهنده قرآن است امروز در بین ما. و ما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. هیچ قریه رو الله متعال، هیچ شهری رو نابود نمیکنه مگر اینکه در ساکنین اونجا ظلم کنن. ظلم شد عذاب الله سبحانه و تعالی نازل میشه، نابود میشن. و دیگر این که الله متعال امر میکنه که حکم به ما انزل الله بکنید و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون.
کسی که حکم به ما انزل الله نکنه کافر است. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. کسی که حکم به ما انزل الله نکنه اونا ظالمن. مراتب است در این حکم به ما انزل الله. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. کسی که حکم به ما انزل الله نکنه و فاسق است. گاهی حکم به غیر ما انزل الله سبب کفر میشه، گاهی سبب ظلم میشه، گاهی سبب فسق میشه. به ترتیب مائده 44، مائده 45، مائده 47. پس تطبیق قوانین شریعت بدون استثناء، بدون تبعیض، بین همه ملت، بین همه جامعه، بین همه اقشار یک کشور، این از اساسات حکم در اسلام است. ببینید ما در اسلام، من در یک برنامه گفتم بعضی خوششون نیومده، ما گفتم ما اصلا حکومت اسلامی نداریم در اسلام. و اینو بازم تکرار میکنم. مثلا ما در اسلام جمهوری اسلامی نداریم. هر کسی که جمهوری اسلامی میگذاره یک بدعتی است، حرف الکی است. اصلا هم کلمه جمهوری اسلامی گذاشتن اسلامی نیست خودش. ما امارت اسلامی نداریم. به خاطر همین در هیچ جای قرآن و حدیث نیامده که شما حکومتتون جمهوری اسلامی باشه، امارت اسلامی باشه، خلافت اسلامی باشه. در هیچ جا نیامده. همیشه در قرآن و حدیث از ویژگی های حکومت بحث شده. ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امانات رو به اهلش بدید. ان تحکموا بین الناس بالعدل، حکم به عدالت بکنید. تبعیض نباشه، عدالت باشه، ظلم نباشه. همیشه از ویژگی ها صحبت کرده در قرآن و سنت. ما فقط همین جمهوری اسلامی که شد دیگه فکر میکنیم دنیا، امارات اسلامی فکر میکنیم دنیا گرگ، همه چیز اسلامی شد. نه، اسم مهم نیست، عملکرد مهم است، ویژگی ها مهم است. به همین دلیل در قرآن کریم ما ویژگی های حکومت اسلامی رو میبینیم. در سنت ویژگی های حکومت اسلامی رو برای ما بیان کردن رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحابه رو به حبشه فرستادن، در اونجا یک صحابی حکومت نمیکرد. اسلام حکومت نمیکرد. نه جمهوری اسلامی بود، نه امارت اسلامی، نه خلافت نبوی. یک مسیحی در اونجا حکومت میکرد، در حبشه. نجاشی مسیحی بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم به صحابه فرمودن که بروید هجرت کنید به حبشه، زیرا که در آنجا پادشاهی عادل است. عدالت ویژگی یک حکومت است. و دیگر شورا، مشورت. امروز یک از نواقصی که متاسفانه وجود دارد، ما مجلس شورا نداریم. شورا نیست. الله متعال در قرآن کریم میگه و امرهم شورا بینهم. حتی به پیامبر صلی الله علیه و سلم و شاورهم فی الامر، پیامبری که وحی برش نازل میشه امر میکنه الله متعال و شاورهم فی الامر، با صحابه مشوره بکن. والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم. دعوت الله را اجابت کردن، نماز رو برپا گذاشتن، هر کاری که میکنن با مشوره میکنن. امروز باید ملت شریک باشه در مشوره با دولت. ملت احساس بکنه که جزئی از این دولت است. نه دولتی ها تافته جدا بافته هستند، ملت در یک وادی، دولت در یک وادی. اینطوری نمیشه. این مسائل مهمی است که باید در نظر بگیرن و به خاطر همین من هر دو طرف رو هم یک سری حقوقی رو ملت دارن، یا یک سری حقوقی رو دولت دارن و این حقوق متقابل است. حقوق حاکم و محکوم. و در فقه اسلامی در این مورد علما کتاب ها نوشتن، باب ها در کتاب هاشون وجود داره. حقوق متبادل بین حاکم و محکوم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید.
بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله، وقت بخیر، خسته نباشید استاد. سلامت باشید، زنده باشید، بفرمایید. استاد محترم، میخواستم یک دو نکته را ذکر میکنم، بعد شما توضیح بدین. استاد، موضوع اول همین بحث مقدس تقدیسگرایی افراد در بین ما هست. یک ضعف بسیار بدی است که در بین ما امت است. بعضی جا ما طلبه ها در بعض حوزه‌های علمیه یا در بعض جای مراکز علمی همین مقدس تقدیسگرایی است. ما نمیتونیم از اشتباهات استاد مثلا ذکر کنیم، از وی و ایرادی بگیریم. مثلا به طور مثال قبلا یک چند وقت پیش در یکی از امامان مساجد در نمازش عمل کثیر میکرد. ما او را ذکر کردیم، بسیار ناراحت شد، بلکه بالای ما قهر شد، حتی خواست که از مرکز علمی ما را اخراج بکنم. این یک موضوع. و دیگه ای که استاد راجع به شروط اصول و ادب چیز قبور، ما باید در قبور چه اصولی را چه آدابی را ما باید مثلا رعایت کنیم. مثلا در محله ما قبور بالا میسازن، بلند میسازن، پهن میسازن، خب بالا از او بنا میکنن، خب پرچم های انواع و رنگ ها را روش نصب میکنن، حتی قرن و شاخ خوش گوسفند برش نصب میکنن. به این باره یک توضیحاتی بتین و یک منبعی را ذکر کنیم که ما بیشتر مطالعه کنیم، مفصل باشه. باشه چشم. سلام باشید. زنده باشید. تشکرش. در مورد زیارت قبر من یک کتابی رو خدمت شما عزیزان معرفی کنم. این کتاب رو دوستان عزیز من برای شما در کامنت میگذارم. زیارت قبر از دیدگاه قرآن. کتاب مفصلی است. این رو در اینجا کلاً یک بخش خاصی در مورد ساختن گنبد و بارگاه در قبور در اینجا هست. من لینکشو گذاشتم. کتابی است که خودم ترجمه کردم، نویسندش دکتر طاها حامد دلیمی، یکی از علمای عراق هست و این شاید در حدود 15-16 سال قبل این کتاب رو ترجمه کرده بودم. این رو بخوانید، خیلی جالب است، با اینکه مختصر است اما در مورد قبر، ساختن قبر، گنبد و بارگاه، زیارت قبر، زیارت قبرستان مفصل در این کتاب صحبت شده. اما یک حدیث رو فقط ذکر میکنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و یکی دیگر از صحابه رو امر میکنن بعد از اینکه حکومت مستقر میشه در مدینه که همه قبرهایی که ارتفاع داشتن از زمین همه رو صاف کردن. و این سنت از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تا امروز در مدینه منوره اگر رفته باشید وجود دارد. در یک فتره ای از زمان اومدن تعدادی از صوفیا گنبد و بارگاه‌هایی ساختن که الحمدلله اونا هم بعداً برداشته شد. و این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که قبر باید انبار باشه. ساختن هر بنایی بر بالای قبر جایز نیست. در مورد
تقدیس اشخاص برادر عزیزمون سوال کردن. اولا امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همه امت است. حتی اولیای امور، حاکم، پادشاه. الله متعال در قرآن کریم چی میگه؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. از الله و رسول اطاعت کنید. و اولی الامر منکم. اولی الامر منکم. از اولی الامر اطاعت بکنید. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. یعنی چی؟ با حاکم، با پادشاهتان، با رئیس جمهورتان در سر یک مسئله به نزاع کشیده شد، به اختلاف رسیدید، به الله و رسول برگردید. اصلا ما امت چرا بهترین امت هستیم؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. به خاطر امر به معروف و نهی از منکر. وظیفه ماست، جز واجبات ماست که امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. خدا کنه طرف مقابل استاد باشه، رئیس جمهور باشه، والی باشه، پدر باشه، برادر باشه، کوچیک باشه، بزرگ باشه. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ماست. منتها شرایط مهم است. در جمع مردم امام مسجد رو نصیحت کردن اشتباس. پیش طلابش، پیش شاگردانش، پیش مقتدیان برید پیش اون جناب من سلام علیکم، میبخشید شما امروز در نماز این اشتباه رو انجام دادید، این کار شما درست نیست. این نصیحت نیست، فضیحت است. شخصیت رو خرد کردن در پیش مردم. کسایی که در جمع مردم رو نصیحت میکنن، در جمع کسی رو نصیحت میکنن، اینها در حقیقت نصیحت نمیکنن، فضیحت میکنن، او رو رسوا میکنن. باید او رو دستشو گرفت، یک گوشه رفت، با بسیار ادب و بسیار اخلاق بهش فهموند که والا فلان کار رو طبق این دلیل اشتباه انجام دادی. اما در مورد تقدیس ببینید گاهی اوقات ما فرعون ها رو ما خودمون میسازیم. میگن یکی از علمای آفریقا هست، استغفر الله، علی عزت بیگویچ، رئیس جمهور بوسنی، الله متعال رحمتش بکنه، در روز شنبه در مورد بوسنی صحبت کردیم. یک حرف جالبی داره. یک روزی نماز جمعه دیر میرسه. وقتی که از در مسجد وارد میشه، مردم بلند میشن، این وسط راهی رو باز میکنن و این از وسط این راه میره تا میرسه به صف اول. به صف اول که میرسه اونجا برمیگرده به طرف جمعیت. میدونی چی میگه؟ میگه تواقیت رو این گونه ایجاد میکنن در یک جامعه. در حالی که سنت چی است؟ هر کس که دیر رسید خدا کنه رئیس جمهور باشه، آخر صف باید بشینه، نباید کسی براش راه باز بکنه. دیر آمدی آخر صف بشین، با بادیگاردت با همه چیز همون آخر صف نماز تو بخون، چون اولیت در صف برای کسی است که زود میاد. و جناب عالی دیر آمدی از قصر رئیس جمهوری، پیش هم آخر نماز تو بخون. رفت تا جلو، میگه بعد اونجا برگشت به طرف جمعیت گفت که طاغوت ها را این گونه در یک جامعه ایجاد میکنید. این خیلی مهم است که ما خودمون با تقدیس بیش از حد در یک جامعه مردمی رو ایجاد میکنیم که در آخر بلای جان خود ما میشن فرعون. دوستان عزیز اینجا رو نگاه کنید. من چهره رو نشان ندم، شما فقط اینجا رو ببینید. در افغانستان اسلامی امارت د جنوب غرب زون د تمیز ریاست عالی مقام د دیوان منصوبین نظامی رئیس شیخ الحدیث و تفسیر جامع العقول والمنقول والمحقق والمدقق فخر الافاضل و عمدة العمائل الاستاذ القضاة والمفتین الى آخره. این باشد که این صفحه، بله، مناظر الاسلام تاج الملت الافغانیه حضرت علامه ابوالامین الی آخری دامت برکاته و حفظه الله تعالی الی آخری. بابا به دست خودمون داریم طاغوت درست میکنیم، فرعون و هامان و نمرود درست میکنیم. مثلا گاهی دیدید، تشکر میکنم دوستان، گاهی دیدید مثلا در کتب احادیث در اینجا آمده باشد که
رفیق رسول الله، اول من دخل بالاسلام، اول مهاجر مع رسول الله ورفيقه وصديقه وأبو زوجته وفلان والفلان البدري الأهدي الهنيني الخندقي الفلان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه. کدام این 100 تا لقب پشت ببینید شما مثلا همین کسی که این القاب برش دادن خاک پای امام ابو حنیفه هم نمیشه. ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رحمت الله علیه در همه کتاب ها ذکر شده. چرا برای فرعون درست میکنید از مردم؟ عالم هم باشه، نباید اینطوری. این القاب یعنی چی؟ حتی انبیای الهی رسول الله صلی الله علیه وسلم انا بشر مثلکم، مثل شما یک بشری هستم. و قالت لهم رسولهم این نحن الا بشر مثلکم. در چند جای قرآن اومده. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الی. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمان آیه قرآن است. بگو ای محمد، بگو الله متعال امر میکنه بگو ای محمد که من محمد بشری مثل شما هستم. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. بگو مالک هیچ نفع و ضرری برای خودم نیستم الا ماشاء الله، مگر چیزی که الله بخواد. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني. اگر غیب میدانستم اعمال خیر زیادی انجام میدادم، ضرری بهم نمیرسید. این انا الا نذیر و بشیر. من فقط یک بشارت دهنده ترساننده هستم برای قومی که مؤمن هستند. روزی پیامبر صلی الله علیه وسلم سران قریش نزدیکترین اهل بیت رو جمع میکنه، میفرمایند که یا معشر القریش اشتروا انفسکم، خودتون رو نجات بدهید. یا بنی عبدمناف، قوم خودشون رو خطاب قرار میدن. یا عباس ابن عبدالمطلب عموی رسول الله صلی الله علیه وسلم. یا صفیه عمت رسول الله، ای صفیه عمه من. یا فاطمه بنت محمد سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من الله شیئا. هیچ چیز به درد شما نمیخوره. صحابه روایت حدیث صحیح در بخاری است، میگن که مردی داخل شد در مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم بینما نحن جلوس مع النبی صلی الله علیه وسلم فی مسجد دخل رجل على جمل. و شطوری داخل شد فاناخه فی المسجد، بست شطورش در مسجد. ثم عقله، باشو بست. ثم قال لهم ایکم محمد، کدوم یک از شما محمد هستید؟ امروز شما وارد یک مجلس بشید بالا معلوم است که شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ التفسیر کی است. از چیش معلوم است؟ از لباسش، از عباش، از قباش، از عمامش، از به قول افغانا از کشفشش معلوم است که این آقا ملاست یا رئیس است یا یک وظیفه‌ای داره. نفر وارد میشد در مجلس رسول الله، نمیدونست که محمد کی است صلی الله علیه و سلم، نمیدونست که کی است رسول الله، نمیشناخت، چون همه با هم می نشستن که جای بالا و جای پایین نبود. پس مردم رو بالای اون چیزی که هستن نبریم، بیشتر از چیزی که هستن اونها رو قرار ندهیم، چون به دست خودمون اونها رو تبدیل میکنیم به فرعون، به طاغوت. تشکر میکنم از شما عزیزان. دوستان اشاره میکنم وقت برنامه به پایان رسید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان در برنامه آن روزی که یا تماس مستقیم همراه خواهم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
نداء الحق صوت قد شجاني